اولا علتش انتهای کمر بین دوتا باسن معمولا یک چین هست که در اینایی که عمیق‌تره وقتی میشینن هواش خالی میشه تو اون گودیه، هواش که خالی شد خلا میشه و این خلا موهای اطراف رو واکیوم میکنه. معمولا در محل اینا یه دومل ایجاد میشه، خیلی مثل این مریض. بعد رفته دکترایی که تو پوستمون کار میکنن اینو با یه خال و اینا اشتباه میگیرن، خاله رو بر میدارن، اونم بخیه میزنن، در حالی که اینا یه کانال اون زیر داره. تا اون کانال رفت نشه این کیست مویی برطرف نمیشه. لطفاً باید کانال رو باز کرد در تمام طولش و بعد از زیرش هم معمولاً یه راههای فرعی داره، یه ترکت‌های فرعی داره. برای اینکه ترکت‌های فرعی هم پیدا کنیم باید حتما محلول بلودومتیلن بزنیم. اخیراً یکی دو تا مریض اومده بودن گفتن رفتیم یه جایی گفته بده با لیزر اصلا باز نمی کنیم.